دوستان عزیز سلام، این برنامه ترانسفر در عمل است. در اسپانیا باشد رئال مادرید دستپرور خویش آنتونیو بلانکو را به صف آلاوس روانه نمود، ولی در قیاس به امیو مادرید 50% حق و نیم حمایتگر را حفظ نمود. دسته آلاوس با نیم حمایتگری 23 ساله شرطنامه مهلتش تا سال 2027 امضا نموده. در نیمه دوم موسم 22-23 بلانکو طریق اجاره در صف آلاوس برآمد کرد و یکی از کمک رسانهای دسته بهره بازگشت به لالیگا گردید. محض چنین کارنامه را به نظر گرفته در آلاوس قرار کردند که من بعد نیز با این بازیگر همکاری را ادامه دهند. در ایتالیا باشد میلان دو تغییرات ترانسفری انجام داد. نخست الخاندرو خیمنس 18 ساله از رئال خریداری شد، ولی تیم مادریدی امکان خریداری دوباره بازیگر را در اختیار دارد. الخاندرو خیمنس سانچز در صف تیم جوانان میلان بازی نموده. در موسم قبلی باشد 7 مرتبه در صف کاستیلیا و 6 بازی در لیگ چمپیون ها میان نورسان اشتراک نمود. بر زمین میلان ماتئو گابیا را به اجاره تا آخر موسم نو به ویلیارال روان کرد و با وجود این در تیم میلانی تنها 6 ایتالیایی ماند. گابیا 23 ساله دستپرور میلان بوده. شرطنامه او با رسانری تا سال 26 مهلت دارد. همین طریق بعد رفتن گابیا در صف میلان 6 ایتالیایی ماند: آنتونیو میرانته، مارکو سپارتیلو، داوید کالابریا، الساندرو فلورنسی، تامازو پابگا و لارنس کالومبو. با چنین گرفتن کار از این پس در میلان ایتالیایی ها را به قول زبان کوتاه می کنند. هفته قبلی در انگلیا آنقدر گزارش‌های پردبدبه و پرکاروفر نشدند و بیشتری صحیفه روزنامه‌ها هم خالی ماندند، ولی برایتون خوف البیون از این پروای ندارد، زیرا دفاعگر ایگور ژولیوی 26 ساله را بر عوض 17.3 میلیون یورو از فیورنتینا خرید و شرطنامه 4 ساله امضا کرد. دسته فیورنتینا از فلورنسیا باشد از حق فروش من بعده بازیگر برزیلی برخوردار است، نفری که در موسم قبلی 27 بازی در سری آ گذرانید. در اسپانیا باشد پاسبانان اشده امباپه در بازار اندک بیدار شدند و گپ را به سمت دیگر بردند. تا آمدن و یا نآمدن امباپه به مادرید نزد بابای پیرس، رئال نیم حمایتگر تنها به خودش معلوم کارلوس دوتو را بر عوض 3 میلیون یورو به سلتا فروخت، ولی در صورت زور آمد حتی میتواند دیگر باره این بازیگر را بیارد. دست از ویگو نیز اوید دعوت این بازیگر 22 ساله اعلان نموده با او شرطنامه 5 ساله نوشته کرد و نرخ من بعد او را تا 50 میلیون یورو بالا برداشت. در موسم 22-23 دوتور 28 بازی در صف کاستیلیا گذرانیده 11 گل زده است. اگر بازی ها برایش چنین طور پر گل صورت بگیرند پس میتوان از امباپه بر این بازیگران پرناز به زودی خلاص شد. قهرمان فعلی ایتالیا باشد در نیمه روز بر عوض 7 میلیون یورو دروازه‌بان منتخب ایتالیا U21 الیا کاپریله را از باری خرید و به امپولی به اجاره داد. به قول نشریه گول 20% از حق خریداری بازیگر به لیدز می رود. در موسم 22-23 کاپریله 41 بازی در لیگ دوم ایتالیا گذرانیده 15 بازی را بدون سر دادن گل جنبست کرده است. این هم یک نقشه آینده بین ناپولی می باشد تا چند سال بعد بوفون نو را جویا نشوند. باشگاه میلان هم در ردیف تیم‌های دیگر به هایستگی و با مرام خریداری‌های میانه حال را عملی کردن می‌گیرد. این نوبت دسته میلانی نا اوکافور را از زالزبورگ بر عوض 15 میلیون یورو خرید و شرطنامه 5 ساله با بازیگر امضا کرد. بازیگر شویتساری در تیم نوش تحت رقم 17 برآمد می‌کند. در 110 بازی تیم آوسترگی باشد اوکافور 34 گل زده است. اگر شود و عملی این بازیگر شویتساری هم به مثالی کاری ساعت‌های شویتساری باشد میلان انیق قهرمان می شود. تغییرات دیگری کادری در فوتبال ایتالیا به تیم ترینو داخل دارد که از ویرونا ادریان تامز را به دست آورد. تامز در صف ویرونا از سال 20 برآمد کرده و این تیم باشد بازیگر 29 ساله از نیتسا آمده بود. بر عوض سرگردانی‌های زیاد باید که شماره گل‌ها را در دسته‌های نو زیاد کرد. خودی بروسیا باشد با نیکو شولز شرطنامه را قطع کرد. این هم نفری بود که سال 2019 بر عوض 25 میلیون یورو خریداری شد، ولی وابسته به قضیه عیبدارشوی در خشونت اویلوی دیگر به میدان نآمد.
طبق معلومات کیکر فوتبالباز بهره قطعه‌شوی شرطنامه 2.5 میلیون یورو گرفته است. خیریت که باز معاش تا این دم گرفته‌اش را بازپس نگرفتند و باز پولش دادند. بزرگی اروپا هم در همین است. گایل اندوآ باشد به ثروت شویتزاری از گانوور پیوست. بازیگر کامرونی 27 ساله شرطنامه 2 ساله با امکان تمدید کنی با 1 سال دیگر با ثروت امضا نموده در صف گانوور باشد. از سال 19 تا سال 21 برآمد میکرد. اکنون در مورد چند گزارش‌های دیگری با قول اندک مندک انگلیسی میگوییم. چلسی بازیگر 19 سالش آماری جیرارد هاتچینسون را با اجاره به ایپسویچ روان کرد. آواز بلندی دیگر انگلیسی با نام سیتی باشد دروازه‌بان منتخب انگلیس U21 جیمز ترافورد را با نرخ 15.4 میلیون یورو به بیارلنی فروخت. بنفشه‌رنگ‌ها با بازیگر 20 ساله شرطنامه 4 ساله امضا نمودند. دسته بورنموث همچنین دفاعگر 19 ساله منتخب ونگریا میلوش کیرکز را از AZ با ارزش 18 میلیون یورو خریداری کرد. فوتبالباز در موسم قبلی 33 بازی در چمپیونات نیدرلند گذرانید، 3 گل و 1 پرتافت گلی با آمار گرفت و کاری کرد که بر عوض 18 میلیون پولی به درد میان او را به انگلیا برند. از انگلیا همچنین سابق بازیگر منچستر یونایتد و باشگاه سوپرلیگ ترکیه پیوست. این هم بازیگر 36 ساله پرتغالی نانی است که به تیم ترکی ادانا دمیرسپور گزارش انجام داده شرطنامه تحت نقشه 1+1 امضا نمود. یادداشت میکنیم که این بازیگر 36 ساله آغاز ماه یول تیم استرالیایی ملبورن ویکتوری را چون فوتبال بازی آزاد ترک نموده بود. با چنین رنگ گرفتن کار میتوان گفت که این پرتغالی رونالدو میجاز هم هیچ پیرشوی را به کله نمیگیرد. شاختار اوکراینی هم اگر شکستگی باشد ریختگی نیست. با دفاعگر سابق اتلتیکو پاراناینس پدرینیو شرطنامه امضا کردن کوهکنها تصدیق این گفته هاست. باشگاه اوکراینی با برزیلی 21 ساله شرطنامه مهلتش تا ماه ایون سال 28 امضا نمود. در موسم 23 پدرینیو بازیگر هیئت اساسی اتلتیکو پاراناینس بوده در 22 بازی شرکت ورزیده است. گپ و خبر اطراف دسته رونالدو باشد آن است که دفاعگر منچستر یونایتد الکس تلیس با النصر شرطنامه 2 ساله امضا کرد. ارزش گزارش 2 میلیون پوند را تشکیل داده 2 میلیون دیگر در شکل علاوه پولی ها مقرر کرده شده‌اند. معاش خودی بازیگر باشد سالانه قریب 7 میلیون یورو را تشکیل می‌دهد. در صف دسته منچستری دفاعگر از سال 20 برآمد کرده موسم قبلی طریق اجاره در سویلیا بود. اسپانی ها بازیگر را خریداری کردن نتوانستند. در صف النصر چطور تنبل‌ترین ها هم می‌دانند الکس تلیس با همراهی کریستیانو رونالدو، مارسلو بروزوویچ و سکو فافانا بازی می‌کند. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و پولدار باشید.